شراغلاس خبرونه لمر ماښام له نجیبې سره تاسو دا خبرونه نیغ په نیغه د لمر تلویزیون څخه ګورئ او اوس دا وخت له ما سره ګرانه میلمنه ناسته ده مریم کوفي او زما د یو بلې لوبې یا د بازی خواته زه به تاسو ته دو نام میگیرم صحیح است مثلا جان محمد و نجیبه شما کی را انتخاب میکنید؟ ما شما را صحیح زینب چون که هم جنس خودم هستی. خب زمستان یا تابستان؟ ما زیادتر زمستان نخریش داریم که در خانه گرم بشین. یا خب باز من به خاطر شما تابستان. تشکر. خب دختر یا بچه؟ دختر. دختر؟ صحیح است. و مشران و جرگه که ولسی جرگه؟ ولسی جرگه. ولسی جرگه. خب اشرف غنی که دکتر نجیب؟ دکتر نجیب. الله زیاد خوش داره دکتر نجیب. خب عبدالله یا عطا محمد نور؟ عبدالله. بسیار خوب. چی میگه زیاد هماهنگی داریم فکر و نظر ما خودت خوب زیاد خوب. فکر دیگه میخوانیم. روسیه یا امریکا؟ امریکا. بسیار خوب. این آخرین ترامپ بسیار چی میگه خوب کردن بر ما. خب بدخشان یا کابل؟ ما کدام کابل انتخاب میکنی یا بدخشان؟ یکی چیز یک شعر دارم برات بگم. خب میگه بلبل به وطن چنگلی ریحان خشتر، خوبی وطنم لاله و ریحان خشتر. یوسف که به مصر پادشاهی میکرد صد کاش گدا میشد و کنهان خشتر. بسیار علی. دیگه من جواب خود گرفتم. بله بدخشان. بدخشان. او هم کوفاب. خب سفر با طیاره یا در موتر؟ من خوش دارم. یعنی ما بیخی هم نظر چقدر هم نظر بسیار جوابای شما تو بود که ما هم نظر هستم. خب و خب صحیح است. او اوس هم دا چې تاسو سره موږ خبرې وکړو موږ یو څه ځوانان په کابل کې داسې چې ستاسو په باره کې هغوی کم نظر لري ویډیو لرو نو که غواړئ چې هغه وګورو او موږ خبر شو له تاسو سره موږ هم وګورو چې څوک د تاسو باره کې څه وایي. سلام، نجمان صالح هستم. نظر من در مورد بانو مریم کوفی است که بر علاوه که ایشان نماینده مردم هستند فعالیت‌های زیادی برای زنان انجام میدن. پس در آینده برایشان موفقیت‌های بیشتری خواهان هستم. من علاقه‌مند فعالیت‌هایشان هستم، یعنی الگو هستن برای من و خواستار موفقیت هرچی بیشترشان هستم و در پالوی ازی که بانو مریم کوفی فعالیت های زیاد انجام داده من خواستار ازی هستم که تمام بانوانی که در دولت سهم دارن کوشش زیادترشان به بانوان باشه، کوشش کنن که خدماتی را به بانوان ایجاد کنن که بتونن سر پای خود ایستاد شوند و زندگی خود پیش ببرن. نظر ما در مورد خانم کوفی است، برای علاوه که ایشان نماینده مردم هستند برای خانم‌ها را حمایت میکنن و موفقیت بیشتر برشون خواهان هستم. آرزو امیری هستم و میخواستم نظر خود در رابطه با فعالیت‌های خانم مریم کوفی نماینده مردم بگویم. خانم مریم کوفی بسیار فعال هستند در پلوی ازی که نمایندگی از مردم خود میکنن، نمایندگی از همگی ما میکنن. یک زن بسیار فعال هستند و برای خانم‌ها فعالیت‌ها و خدمت‌های بسیار زیاد کردن. درباره بعضی از فعالیت‌هاشون ما معلومات دارم که ساختن بعضی مکاتب هست، بعضی از پانتونا هست، دادن هزینه تحصیل هست و خود ازی بسیار کمک میکنه روحیه میته یک خانم که به آینده امیدوار شوه و بفهمه که آینده افغانستان و آینده زنای افغانستان روشن است. از فرم یعنی زنبور اصلشان هم خبر هستم. فکر میکنم که این مثلا یک فعالیت کمی نیست و یعنی هر کسی نمیتونه به قدر موفقیت دست پیدا کنه. خانم مریم کوفی بسیار عزم بلند و اراده بسیار قوی دارند و امیدوار هستم که در آینده هم بتونن بعضی فعالیت‌های مفید دیگه هم داشته باشن که برای نه تنها برای خانم‌ها بلکه برای آقایان هم کمک بکنن و برایشان بهروزی‌های بیشتر می‌خوایم و یکی از علاقه‌مندای سرسختشان هستم. بسیار علی. چی احساس میکنین که نوجوانای دخترای بچهای افغانستان که شماره دوست دارن؟ واقعا که افتخار میکنم و تشکر میکنم از خواهرای و برادرایی که یعنی مرا مورد افتخار خود قرار دادن و خدا کنه من بتونم اعتباری از یار خراب نکنم. یگانه چیزی که در این دنیایی که ما و شما زندگی میکنیم است که امی اعتبار جانب مقابل خراب نشه. زمانی که اعتبار خراب شد تمام چیز از بین میره و ما کوشش میکنیم که اعتبار اینا رو داشته باشم و ما به خواهرام میخوایم یک چیز دیگه بگویم که
نه تنها برادرایتان، مثل برادرایتان من هم یک حزب سیاسی را ایجاد کردم به نام عصر سازندگی که روند عصر سازندگی فعلا یک چند روز بعد اعلان موجودیت میکنه. انشالله که باز از اون طریق من مصدر خدمت میشم. انشالله. آلی هم یک همکار شما که ما در تماس هستن، صحیح است، و اونا را خوش آمدید میگم. آصفه جان خوش آمدید. هلو. بله سلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدید. خوب هستین؟ ستان خوب. زنده باشین. همکارا خوب هستن؟ زنده باشین و ما خوش هستیم که شما در برنامه هستین و اینجا همکارتان، خواهرخونده‌تان، دوستتان این میجا که ما مریم کوفی ششته هستن و شما هم دولسی جرگه بودین که تشان. ما میخوایم از شما بپرسم که یک همکار واری چطور بود که شما نظر شما میخوایم. زنده باشین. تشکر. خیلی خوش هستم که به این بحث شرکت میکنم. خواهر ما مریم جان کوفی یکی از خواهرایی که در شورا هم فعال هستند و در بیرون از شورا هم مسئولیت خلق و به حیثیت یک وکیل از کارهای شما که کارها وقتی که در پارلیمنت بود، دولتی جرگه بود، راضی هستین؟ راستشان بگوین. تعریف نکنین. هلو. خب تلفن دان قطع شد. تشکر آصفه جان که ما تماس بودین و در دیر زیاد ضروری ده همکاران و امرسته ده کور والا امرسته او بیا دغه چې تاسو ځوانانو کتل چې ارجونه لکانو تاسو نه هغه خیادول او دای ویل چې تاسو نه امید نور هم لري چې په آینده کې هم ما میخوایم که سوالتون به جای خود داشته باشم. ان شاء الله که جواب میتم و از همکار ما آصفه جان شادابم تشکری میکنم که صداشون هم قطع شد، درست گپاشان گرفته نشد. یکی ما یعنی اولین کسی هستم که گروه پارلمانی اتحاد ملی زنان پارلمانی افغانستان با کمک همکاری امی خواهر ما آصفه جان شاداب ما اردوی ما یعنی ایجاد کردیم و در رأس گروه پارلمانی ما بودم. تقریبا 17 نفر از گروه خواهرای ما در این پروسه همراه ما همکار بودن. این گروه به نام گروه اتحاد ملی زنان پارلمانی افغانستان بود که جناب شاداب صاحب معاونم بود و ما ریاستی و گروه به عهده داشتم. ان شاء الله که باز وقتی که پارلمان شروع شد ما در چوکی با هم بشینیم و قصه های زنانه خود بکنیم، غیبت های مردم بکنیم، تاریخ خود. خب میفهمی یک شوخی کرده بودم در برنامه که تشفیق مرید نی، یک شوخی کرده بودم که از کدام جای زنا خسته در جان معامله ما گفتم دیوار اول خوب گفتم گوش کن یک چیز در شوخی می باشه. عالی اینجا شوخی کردن هم یک گناه می باشه. ما شوخی خودم میکنیم دل کس خفه شود دل کس ما من دوست من کس میگه خانم گفتم مسلمان را گفتم دلم دیگه دلم باسیکلم. آشپزی را خوش دارین شما؟ بله خوب است. بیاد آشپزخانه بریم و عالی شما خو آشپزی را هم یاد دارین و عالی میبینیم که چطور قضاوت میکنین که آشپزی جان محمد جان صحیح است. و سبزی را خوش دارین که نه؟ خوب است سبزی. امروز خو سبزی را پخته کردن اینا صحیح است و گلوندرد خون نیستن به خاطر که یک چکنیم جور کرده کم ذره میخوایم نمیشه. شما کم ذره ببینین که مرچ و مساله داغ است. مگه میگیم که مرچ و مساله و چیزاش که برابر است جور است یا نیست، به خاطر که من خودم آشپزی سیاد ندارم دیگه. هر چیز که پخته میکنه من میگم که والا خوب است. من خود بیچاره نمیفهم. شما علی قضاوت میکنین؟ آخه که برادرای ما خوب آشپزی میکنن اما خب خانمام خوب هستن دیگه. خانمام خوب اگه شما بخیم که یاد نداشته باشه پخته کرده میتونه. خب نه خب و کتما و آدم که من برنامه میگم من نجیبه جان تو را پنشیر شکر میرسیم. صحیح است. تشکر زیاد که در برنامه ما آمدید. یعنی بسیار عالی، بسیار مزه‌دار. بسیار خوش شدم مریم جان کوفی که در برنامه ما آمدین. په ژوند کې نور هم کامیابی تاسو غواړم او مونږ او زمونږ نور ځان چې تاسو نگفتیم که چی رقم بخش ساختمان تو پیش بردی، تو یک زن بودی به مشکل مواجه نشدی. ما بخشای ساختمان پیش بردیم و در افغانستان پانتون جور کردم، معبد جور کردم، سرک جور کردم، مکتب جور کردم. یعنی ما اکثرا
مورد تشویق برادرای ما قرار گرفتیم در این عرصه. این از برادرای خود تشکر میکنیم که همیشه ما رو تشویق کردن در این عرصه. بدون اونا ما نمیتونیم. پانتون رقمی نه که ما پانتون چی کرده باشیم، ایجاد کرده باشیم. پانتون از سنگ خشک شروع کردیم تا اینکه اعمار کردیم، تا اینکه به برداری سپردیم. بسیار عالی، افتخار میکنیم و عالی هم خداحافظی میکنیم که برنامه خلاص شده. خوشبخت و وقت دارید. سلامت باشید.